بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم شاگردای عزیز، دخترای لایق و پسرای قوی. بازم به یک درس دیگه از مضمون تاریخ صنف 8 خوش آمدین. دیگه امیدوار هستم که درس خوبتر و بهتر یاد بگیرین. و موضوع درس ما ورود اسلام به افغانستان است و فصل اول هم مربوط موضوعات افغانستان میشه که چگونه اسلام و از کدام راه وارد افغانستان شده. توجه شاگردای عزیز، ورود اسلام به افغانستان یا خراسان قدیم که در او عصر افغانستان به نام خراسان یاد میشد و در سال 41 قمری مسلمان ها از راه نیشاپور ایران وارد عراق میشن و اولین ولایتی که میبینین شما در نقشه، این نقشه افغانستان است. وارد افغانستان که میشن این ولایت است، ولایت هرات در طرف غرب افغانستان موقعیت داره. از طرف ایران داخل هرات میشن و به این ترتیب اسلام استا به سمت شمال از بادغیس، میمنه، بلخ گسترش پیدا میکنه تا یک مدت زمانی را. اما بعد از 280 سال در سر تا سر افغانستان توسط خود مردمان افغانستان که یعقوب لیث صفاری که از سیستان افغانستان میباشه گسترش پیدا میکنه دین اسلام و به می شکل از این طریق از طریق قندهار و از طریق ننگرهار وارد هند فیلی میشه. خب در اون وقت اوضاع افغانستان چگونه بود؟ قبل از اینکه اسلام وارد افغانستان شود چگونه بود؟ ببینید اوضاع افغانستان هنگام ظهور اسلام از جنبه های مختلف زندگانی اجتماعی آماده یک تحول اساسی شده بود. یعنی در افغانستان حکومت مرکزی قوی وجود نداشت. از لحاظ اجتماعی یا در هر بخش اجتماعی نظام های طبقاتی وجود داشت. بر زنان زیاد ستم روا داشته میشد و از جهت شمال یا سمت شمال افغانستان توسط ترکا اشغال شده بود. از سمت جنوب والیان وابسته بر اردبیلشاهان افغانستان را کنترل میکرد و از سمت غرب والیان وابسته به نظام ساسانیان ایرانی افغانستان را تحت کنترل خود داشت. و از نظر دینی مردم هم به بخش‌های مختلف تقسیم شده بودند که سمت شمال مردم به دین زردشتی پیروش بودند، دین زردشتی را پیروش بودند و به سمت جنوب مردم دین بودایی را پیروش بودند و دین بودایی در اوج رواج داشت و بعضی ادیان خرد و کوچک دیگه مانند آفتاب پرستی و دیگر ادیان هم در افغانستان وجود داشت. امی درس امروزی تا همه قدر بود بچهای عزیز، دخترای عزیز. من در این موضوع 3 سوال دارم. سوال اول من است که شما بگوین که از چند طرف افغانستان اشغال شده بود، از سمت شمال، از سمت جنوب و از سمت غرب کدام کشورها افغانستان را تحت سلطه خود داشتند و کدام ادیان، سوال دوم، در کدام سمت افغانستان پیرو زیاد داشت و سوال سومی که در افغانستان مسلمان ها از کدام راه وارد افغانستان شدند و اولین ولایت تصرف کردند. تشکر از توجهتان. درس با همه قدر بود. الله یار مددگارتان. سابسکرایب، لایک یادتان نرد تا درس های ما بیشتر و بیشتر به دسترس دخترایی که از درس باز مانده برسد. خداحافظ و ناصرتان.